الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر سوال کردن که وقتی که پدر یک کودک وفات کرد، این کودک آیا در نزد مادرش می ایستد؟ یعنی آیا مادر کودک حق به کودک دارد یا که این کودکی که پدرش فوتیده هست به نزد اوچه بابای پدریش می رود؟ به عباره دیگر گویم وقتی که یک کودک یتیم شد، کی برای حضانه یعنی نگاه بین کردن این کودک مستحق است، حق دارتر است. تمام فقها، علمای اهل سنت و الجماعت، فقها اتفاق می کنند که بعد از وفات پدر، مادر این کسی است که مستحق برای تربیه فرزند است. مستحق ترین کس برای تربیه فرزند و برای نگاه و بینش این مادر است. بارک الله فیکم. پس حضانه الاولاد در زبان عربی میگند یعنی حفظ کردن، تربیه کردن، به مصلحهش قیام کردن و نگاه بین کردن، حمایت کردن از اون چیزهایی که ضرر میرساند و اذیت میدهد. و البته این بعد از وفات پدر حق مادر است. چخیلی که این سخن در موسوعة الفقه مجله 17 صفحه 301 و 2 ذکر شده است. یعنی وقتی که یک مرد و زن با همدیگر به نکاح زندگی میکنند و بر اونها الله سبحانه و تعالی فرزند داده است، نگاه و بین فرزند به هر دوی اینها ضرور است. و اما وقتی که جدا میشوند، یا به موت یا به طلاق، یعنی یا که پدر بمیرد، وفات بکند، یا شهید بشود، یا که وفات بشود، عموم وفات بکند، یا که زنش را طلاق بدهد. یک مرد زنش را طلاق داد، در حالتی که این زن از این مردی که طلاق داد طفل دارد، یک کودک دارد. پس به اتفاق علما در این حالت، در هر دوی حالت، مادر نگاه و بین کودک را میگیرد. یعنی کودک از آن مادر است و مادر مستحق، حق دارتر است نسبت به پدر. چخیلی که در حدیثی که در سنن و مسند ذکر شده است که ان امرأة اتت رسول الله صلی الله علیه و سلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء أو وعاء، حجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. زنی به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، البته این فرزندی که هست در حال و پیش من هست، شکم من برای این یک جای حمایت بود و از پیستانم من به این شیر می دادم و اما امروز میگد پدر این فرزند می خواهد که این کودک را، این پسر را از من بگیرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند انتی احق به ما لم تنکحی. ای زن، تو به فرزندت حق دارتر استی نسبت به شوهرت تا زمانی که به نکاح دیگر مرد داخل میشوی یا که دیگر مرد را نکاح میکنی. و البته ابن القیم الجوزی میگویند که این حدیث و این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم دلالت میکند که یعنی انت احق به ما لم تنکحی على انه اذا افترق الابوان و بینهما ولد، یعنی اگر پدر و مادر از همدیگر جدا شود در حالتی که بین اینها فرزند است، یا پدر بمیرد در حالتی که فرزند دارد، فالام احق به من الاب، مادر از پدر دیده حق دارتر است در حالت جدا شدن. ما لم یقم بالام ما یمنع تقدیمها، یعنی در حالتی که
یگان چیزی منع کننده زن را منع نکند. یعنی در حالتی که مادر شایسته تربیت فرزند باشد، مادر فاسقه نباشد، مادر عاجزه تربیت فرزند نباشد، در این حالت مادر اولا هست و مادر باید بعد از وفات پدر تربیت فرزند را به عهده بگیرد. اما وقتی که مادر فاسقه شد یا که عاجز از تربیت فرزند و قیام به مصالح فرزند شد، در این حالت حضانه منتقل به مادری پدر می شود، به آچه از طرف پدریش می شود و میگن که و هذا ما لا يعرف فيه النزاع، و در این مسئله هیچ نزاع وجود ندارد. و این سخن شیخ ابن القیم الجوزی در زاد المعاد مجله 5 صفحه 435 ذکر شده است. پس در این مسئله مراعات ضرور است. پیش از هر یک چیز مراعات ضرور است. پس ما وقتی که میبینیم که کودک به نزد مادرش میرود یا به نزد پدرش میرود و بعد از به نزد مادر یا پدرش رفتن به دینش ضرر میکند، مثلا مادرش فاسقه هست، از دین بیخبر است، یا به دنیای این کودک ضرر میرسد، در این حالت ما نگاه بین کودک را از حق مادر میگیریم و به دیگر کسی مستحق‌تر میتیم که معنای همین سخن در شرح الممتع ذکر شده است. اما زمانی که مادر شوهر کردن شود، شوهر کردنی شود یا که شوهر بکند، یعنی پدر کودک وفات کرد، کودک با همراهی مادرش میماند و این به حدیثی که ذکر کردیم ثابت شده است. تا زمانی که مادر شوهری دیگر نکند. اما این زن مادر این کودک اگر خواهد که شوهر بکند یا شوهر بکند، در این حالت حضانه، نگاه بین و تربیت کودک از مادر گرفته می شود. این حق از مادر گرفته می شود و این حق از گردن مادر سقوط می کند و این سخن به اجماع علما هست. یعنی وقتی که مادر شوهر کرد، این کودک که پدرش مرده بود یا که پدرش طلاق داده بود، مادرش رو اگر پدرش زنده باشد به نزد پدرش باز می گردد، اگر پدرش وفات کرده باشد این کودک به نزد مادری پدرش، آچه نزد مادرش می گردد. بارک الله فیکم. البته ما در این مسئله قول صحیح رو به شما ذکر کردیم، لیکن علما میگویند که اگر پدر وفات بکند همه اتفاق میکنند که کودک به نزد مادر می رود، اما اگر مادر یک شوهر بکند کودک به نزد کی می رود؟ در این مسئله علما به دو قول اختلاف میکنند. بعضی از علما یا که میگیم جمهور علما میگن که مادری مادر، یعنی این کودک به آچه مادریش باز میگردد. یعنی مادرش وقتی که شوهر کرد کودکش رو به مادرش میدهد، یعنی کودکش رو به آچه کلان از طرف مادرش میدهد، مادر کلان از طرف مادرش. اما این قول جمهور است و قول کمی ضعیف است. قول صحیح در این مسئله سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگرد شیخ الاسلام تیمیه ابن القیم الجوزی هست رحمه الله جمیعا، که میگویند وقتی که مادر شوهر کرد این کودک به پدرش باز میگردد، اگر پدرش وفات کرده باشد این کودک به مادری پدرش باز میگردد و اگر مادری پدرش هم وفات کرده باشد در این حالت به مادرش باز میگردد و همچنین است. بارک الله فیکم. پس این بود مسئله و این سخن در حقیقت که این سخنی که ذکر کردیم در مجموعه الفتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه مجله 34 صفحه 122-23 ذکر شده است. و در این حالت، در حالتی که کودک با همراهی مادرش هست بعد از وفات پدرش، البته این مادر میتواند که با همراهی کودک سفر بکند، با همراهش همراه باشد. و مختصری خلاصه سخن ما از این پیشگذشته این است که بعد از وفات پدر و بعد از طلاق دادن پدر مادرش را کودک حضانه، رعایت، تربیتش در این حالت در نزد مادر است و مادر
احق به این کودک است. مسئله دوم این است که وقتی که مادر میخواهد که شوهر بکند یا شوهر بکند، در این حالت این حق فرزندداری از گردنش ساقط می شود و این حق نابود می شود و این کودک به پدرش یا که پدرش وفات کرده باشد به مادری پدرش بازگردانده می شود. پس بارک الله فیکم، این بود مسئله کودک بعد از وفات پدر یا که بعد از طلاق دادن پدر مادرش را. بارک الله فیکم.